سلام و درود دوستان عزیز ما، خصوصا مردمی که در سورگوت و نفتوگنسک تبولس قرار داره. دوستو یا تا خبر برای شما، یعنی که اعلان حاضر در همین حدود ناحیه مسجد جماعت مسجد الامین اتیکو که این اکای حاجی محمد شاه است. خدا خواهد روزه 17 یا اینکه 18 همین روزا گویم سفر و میبرد به سمت سورگوت و نفتوگنسک و تبولسک. کسانی که دانوش داره از این طرف یگان چیز گسیل میکردگی باشد، دیر نکنید دوستو، زنگ زنید بیاره چیزاتون سپوره، چون در همین روزه نزدیک 17 گفتن که الان پگاه 17 هست، شاید 18 بروند. خلاصه بین همین دوام 2 روز به ماشین در سفر و گویم آمادگی دیدی شده است. من اتیکوی کلان است هستن شخصیت، چون بسیاری مردم و گراژنس و گرفتگان در اون طرف خانه و در دارن، شاید کورپاچه می بالی می دارن، یا اینکه شخصیت یک میخوان که براحت خواب روان طرف همین 3 شهر. این ماشین 2 تا سپلکه دارد، 2 تا آدم هم در کار برای این ماشین، یاری گپ نرخ اتوبوس باشد در کار. خلاصه گپ ما همین بود که به شما رسانم و کسانی که از اون طرف بار میفرستد الکه برای اوپکاف کردن گیره منم تو سکوش پیش می نمیدونم چیکار میکنید. خلاصه همین ماشین در روزه نزدیک سفر میبرد همین سمت 3 شهر به سورگوت تبولسک نفتوگنسک. هم با اکای شفیار موفقیت، هم برای شخصانی که بار گسیل میکنن به اون سمت یا از اون سمت به این سمت گسیل میکرد، و همشون موفقیت خواهان هستیم دوستو. اکا رقمو راستیگه رقموش نگفتم 92 835 99 20 زنگ زنید دوستو، به ملون زنگ زنید. واتساپ خطی با کسانی که در روسیه نمیدونم واتساپ ها محکم شده، میگن چی میگن خیلی بلو کرده زنگ زنید همین اکورا چی گپ می نمیدونم دیگه چیز. زن ماشین دلپور خدا خواهد بروتون میبرد در کار شما، بروتون میبیارن. اتیکو خداوند دولتش زیاده کنه، اسپرینتر اتیکو بگذاشتن، خدا کشایش کار شد کرد. دونوش می یه چیزی گفته گذارم. همیشه روزا کدام روز یک تا ویدیو تماشا کردم، یا تا مرد خطی کلینش رسیه میرفته هستیم چخیل همون کلینچه گویم، کلینچه گیاش 1000 اسپند برده است که 12 سال سراغ کایده بودن. این 1000 اسپند هم چیزی نیتو بوده است، اما با ما بار همه کردی که باشه در قبضش 1000 اسپند نمونه دوستو. اکام به در سر گرفتار نکنید. برای کیا و دوستان عزیز ما، خدا یار و مددگار.